اینجا سوال به میان آمده است که همین اینترنت برای انسان چی فایده می‌آورد؟ جواب خوبی هم گفتن که برای نادان نادانی، برای جنایتکار جنایت، برای زناکار زنا، برای سودخور ربا، برای دوست دزدی، برای حقجو راه حق، برای عالم علم و برای ظالم ظلم می‌آورد. بارک الله. خوب قید کرده کسی باشد. بیایید همین ما و شما به خود یک اندیشه کنیم. همین اینترنت به ما چی می‌آورد؟ اگر خوب آورد پس خوش به حال ما، و اگر بد آورد آخر چی گویم که ناگفتنم بهتر است. این همه ماجراها آینده دردی سر است. ها میدونم که عصر 21 عصر تکنولوژی است، لیکن محمد اقبال لاهوری در عصر خود به ما و شما گفته بود که از فریب عصر نو هوشیار شو، راه رفتی راه رو هوشیار شو. الله جزای خیرتون.